سلام و خدا قوت عزیزان. به دومین اپیزود رادیو پوستومو با رسول یعقوبی خوش اومدین. در این بخش خواستم راهنمایی کنم تا همه عزیزان نوع پوستشون رو بشناسن. ببینید، معمولا افراد برای مراقبت از پوستشون هزینه‌های زیادی صرف میکنن و به دنبال محصولات فوق‌العاده و متنوعی هستن. اما همچنان از شرایط پوستشون راضی نیستن. و علت اصلی این نارضایتی اینه که هنوز نوع پوست و نیازهای مختص نوع پوستشان را شناسایی نکردن. تو مهمترین قدم برای مراقبت از پوست و داشتن پوستی سالم و شاداب، تشخیص نوع پوست و چگونگی سازگاری اون با شرایط مختلفه. پس لازمه قبل از هر اقدامی تایپ پوستی یا نوع پوستی مشخص بشه تا بهترین و مناسبترین محصول برای مراقبت از اون انتخاب بشه. در این اپیزود قصد داریم شما رو با تایپ پوستی خودتون آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید. برای تشخیص تایپ پوستی روش‌های متعددی وجود داره. مثل تست خونگی، کاغذ تستر، دستگاه‌های آنالیز پوست و یا مراجعه به پزشک متخصص یا مشاور پوست. از بین همه این روش‌ها، تست خونگی یکی از رایج‌ترین و ساده‌ترین روش تشخیص نوع پوست است. در این روش میتونیم با مشاهده شرایط پوست بعد از استحمام یا پاک کردن آن از هر گونه آرایش یا آلودگی نوع پوست را تشخیص بدیم. برای تشخیص نوع پوست بهتره بعد از گذشت 30 دقیقه از تمیز کردن پوست، پیشانی، چانه، گونه ها و بینی را بررسی کنیم و به علائم ظاهر شده روی پوست دقت کنیم. چون این علائم نوع پوست رو تعیین میکنه. در ادامه خواهیم دید که هر تایپ پوستی چه ویژگی‌های ظاهری داره. اگر پوست شما تمیز و شفاف بود، نشان دهنده نرمال بودن پوست شماست. اگر احساس کشیدگی یا شاهد پوست شدن هستی، نشون میده که پوست خشکه. اگر همه قسمت‌های صورت چرب و براق شده باشه، طبیعتاً پوست از نوع چربه. و اگر قسمت تیزون یا همون پیشونی و بینی چرب و قسمت ویزون یا همون چانه و گونه ها خشک باشن یا برعکس باشه، نوع پوست مختلط یا ترکیبی است. همچنین اگر علائم قرمزی، احساس خارش نسبت به عوامل بیرونی و داخل داشته باشه، پوست حساس است. همچنین برای تشخیص بهتر و دقیق‌تر میتونیم پوست رو لمس کنیم و میزان چرب یا خشکی اون رو بسنجیم. لازمه به حس پوست مثل حس کشیدگی، چربی، خشکی و غیره در طول روز یا میزان منافذ قابل مشاهده، حس پوست بعد از شستشو و همچنین میزان نیاز اون به انواع کرم‌های آبرسان و مرطوب کننده هم توجه کرد. این عوامل میتونه در تشخیص نوع پوست به ما کمک کنه. الان خودتون با این اطلاعات میتونید نوع پوستتون رو بشناسید. با ما همراه باشیم برای داشتن پوست و موی ایدئال و یک عمر زیبایی. رسول یعقوبی هستم، مشاور پوست و مو و نماینده رسمی کمپانی معظم مروارید پنبریز. تا یه بخش دیگه مراقب زیباییتون باشین.